درود بر شما، خوش اومدین. در این قسمت دو تکنیک دیگه در نهایی کردن فروش معرفی میکنیم. یک، تعیین قرار ملاقات و دو، چیزی به نام ارتباط تدریجی. تعیین قرار ملاقات از پشت تلفن روش سنتی در نهایی کردن فروشه. اگه تا به حال پشت تلفن قرار ملاقات گذاشته باشین، خوب میدونی که چقدر میتونه سخت و نفس گیر باشه. خیلی از کارشناسان فروش از تلفن استفاده نمیکنن چون 1000 بار پیشنهادشون رد خواهد شد. معتقدن تلفن آدمو عصبانی و خسته میکنه و حال آدمو میگیره. در نتیجه از راههای دیگه برای برقراری ارتباط بهره میبرن. اما اگه روش درست استفاده از تلفن رو بلد باشین، بهترین و سریعترین راه برای تعیین قرار ملاقاته. در تماس تلفنی با مشتریتون اولین جملات شما باید مشغله‌های مشتری رو کاملا از یادش ببره، توجهش رو جلب کنه و فواید و مزایا رو بهش معرفی کنه. پس کار واقعا سختیه. یه مثال براتون میزنم. من در گذشته برنامه‌های آموزش فروش میفروختم. از پشت تلفن مشتری احتمالی رو ارزیابی میکردم. فهمیدم با ارزیابی مشتریای احتمالی میشه از 10 نفر 9 تا قرار ملاقات موفق گذاشت. اونم با یه تکنیک خیلی ساده. معمولاً از مسئولان پذیرش شرکت میپرسیدم توی شرکت شما کی در مورد پیشنهادهای کارشناسان فروش تصمیم میگیره؟ اون خانم میگه مثلا آقای جونز. من میگم ممنونم، لطفاً اسم کوچیکشونم بگین. اونم میگه بیل جونز. منم میرفتم پیش آقای جونز میگفتم سلام آقای جونز، برایان تریسی هستم. یه برنامه میخوان که ظرف مدت 6 ماه تا 1 سال درآمدتون 20 تا 30% افزایش پیدا کنه؟ اگه با فرد مسئول صحبت میکنین، جملات اولیتون باید مرتبط و مهم باشه و چیزی باشه که طرف مقابل بهش نیاز داره و به کارش میاد. کنجکاوید که کارشناس فروش کل روز نشسته و به چی فکر میکنه؟ خب به افزایش فروشش. وقتی ازش بپرسین آیا راهی میخوان که درآمدتون رو طی 6 تا 12 ماه 20 تا 30% افزایش بده، اولین پاسخی که مشتریتون به شما میگه اینه که البته. چه راهی میخواین پیشنهاد بدید؟ اینجاست که شما باید قرار ملاقات تعیین کنین. وقتی به روش تلفنی مشتری پیدا میکنین، پس قرار ملاقات میفروشید، محصول رو نمیفروشین. بزرگترین اشتباه اینه که محصولتون رو پشت تلفن معرفی کنید. مشتری احتمالی همیشه میگه خب نه متاسفم، علاقه‌ای ندارم، بودجه‌شو ندارم، وقتشو ندارم و غیره. تنها چیزی که باید فراهم کنین 10 دقیقه از وقتشه. وقتی مشتری احتمالی گفت چه راهی؟ شما باید بگین دقیقاً میخواستم در مورد همین با شما صحبت کنم و فقط 10 دقیقه وقت صحبت میخواستم. اگه مشتری احتمالی گفت قیمتش چقدره؟ شما باید مشکل رو جمعش کنین. آقای فلانی، اگه دیدین به کارتون نمیاد، هیچ هزینه‌ای براتون نخواهد داشت. این واکنش بسیار تاثیرگذاریه. بلافاصله موضوع قیمت رو از بحث خارج کنید. بگین اگه تشخیص دادین به کارتون نمیاد، قرارمون کاملا رایگانه. اگه مشتری گفت میشه یه خورده در موردش توضیح بدین، میگین من دقیقاً به همین دلیل 10 دقیقه از وقتتون رو میخواستم. ظرف 10 دقیقه میتونم راهکارمو نشونتون بدم و خودتون تصمیم نهایی رو شخصاً بگیرید. یادتون باشه که مشتریای احتمالی خوب همیشه سرشون شلوغه و قرار گذاشتن باشون واقعا سخته. مشتریای احتمالی بد سرشون خلوته. اگه با کسی تماس گرفتین و قرار گذاشتین، اونا هم گفتن البته هر وقت خواستین بیاین، احتمال زیاده که اون فرد هیچی از شما نخره. مشتری احتمالی خوب میگه میشه یکم بیشتر توضیح بدین؟ شما باید بگین بله خیلی دلم میخواد، ولی چیزی هست که باید نشونتون بدم. به محض اینکه از نشون دادن استفاده کنین، از توضیح دادنش پشت تلفن تفره رفتین. اگه مشتری احتمالی گفت میشه خلاصه راهکارتون رو به شکل نامه برام ارسال کنید، میگین که باشه خیلی دوست دارم پستش کنم، ولی میدونین که این روزا پست کردن وقت گیره. چطور امروز بعد از ظهر شخصا بیارمش خدمت شما؟ اگه مشتری به شما گفتش که خب باشه امروز بعد از ظهر شما رو میبینم، شما هم بپرسین که حتما امروز میاین سر قرار من منتظر باشم؟ اگه گفت بله حتما میام، من هم میگم خیلی خب ساعت 3 بعد از ظهر میام شرکت شما و شخصا اون راهکار رو تقدیمتون میکنم. هرگز راهکارتون رو پست نکنید. خب ایمیل کنین ولی پست نکنین. وقتی طرف میگه برام پیکش کن، یعنی برو پی کارت، علاقه ای ندارم تو رو ببینم، اصلا مایل نیستم. وقتی براش نامه پست کنین، معمولا نامتون سر از سطل آشغال در میاره. اگه قصد دارین نامه پست کنید، بهتره اونو بذارین توی یه پاکت نامه
و بندازینش توی سطل آشغال خودتون. اینجوری پولتون هم به نفعتون میشه. بعضن شاید به اشتباه خیال کنن که با پست کردن نام موفق به فروش میشن، ولی فروش فقط با گفتگو به دست میاد، نه با یه نامه خلاصه که هیچکس اونو نمیخونه. در عوض ازش بخواین 10 دقیقه از وقتشو به شما بده. این هم یه بیان کلیدی. بگین خودتون قضاوت کنید. شما تصمیم بگیرین که به دردتون میخوره یا نه. همش اینو تکرار کنید. فقط 10 دقیقه وقتتون رو بهم بدین و خودتون قضاوت کنید. شما بهش تضمین میدین که فقط مدت کوتاهی وقتشو میگیرین. تضمین میدین بهش فشار نمیارین. فقط راهکارتون رو نشون میدین و اگه مشتری احتمالی توی 10 دقیقه علاقه نشون نداد، از اونجا میرید. به این نتیجه رسیدم که اگه نیم ساعت وقت بخواین 70 مشتری نخواهید داشت. اگه 10 دقیقه وقت بخواین تقریبا همیشه جواب مثبت میگیرین. از حقوق‌های فروش مثل تحت فشار گذاشتن مشتری استفاده نکنید. مثلا بگین امروز ساعت 10 یا فردا ساعت 2 چطوره؟ این روش بارها شکست خورده چون توهین به مشتری احتمالی شماست. به جاش بگین مثلا امروز بعد از ظهر یا فردا چطوره؟ شما کی راحت تر هستین؟ شما کی مایل هستین؟ خیلی انعطاف پذیر باشین. بعضی وقتا مشتری احتمالی میگه چطور دوشنبه تماس بگیرین تا قرار رو تنظیم کنیم. اینجا باید مراقب باشین. دارین قرار رو از دست میدین. پس اینجوری بگین ببین من تقویمم دم دستمه. تقویم شما هم دم دستتونه؟ مسلماً مشتری احتمالی پشت میزش نشسته. تقویمش هم دم دستشه. شما بگین بیاین الان یه قرار تعیین کنیم. فردا صبح ساعت 10 صبح وقت دارین؟ اجازه ندین بگین دوشنبه دوباره تماس بگیر تا اون موقع قرار تعیین کنیم. این یکی از جوابهایی که یعنی نمیخواد با شما روبرو بشه. بهترین مشتریایی که تا به حال داشتین همونایین که برای گرفتن یه قرار ملاقات ازشون عرق ریختین. میزان خریدشون هم از همه بیشتره. وقتی سعی میکنین تفره برین تا از بهانه‌های مشتری پرهیز کنین، با خودتون میگین شاید این مشتری احتمالی خوبی نباشه چون واقعا داره بهانه میتراشه. بالاخره یه نفر باید به اون مشتری احتمالی چیزی بفروشه. چرا شما اون فرد نباشین؟ پس پافشاری کنید و مؤدب و محکم باشید. بهش بگین فقط 10 دقیقه از وقتتون رو میخوام. فقط 10 دقیقه کافیه. 10 دقیقه وقت بدین و بعدش خودتون تصمیم بگیرید. پس فقط 10 دقیقه رزرو کنید. اگه جزئیات محصول یا خدمات شما را پرسید، باید بهش بگین راهکارش خیلی مفصله و نمیشه پشت تلفن توضیح داد، ولی توی 10 دقیقه راهکارمو نشونتون میدم. پس فقط قرار 10 دقیقه‌ای بخواین. اگه پشت تلفن نتونین قرار رو تعیین کنین، هیچ فرصتی برای فروش نخواهید داشت. پس همیشه پشت تلفن با تمرکز باشید. اگه از تلفن زدن میترسین و مضطرب هستین، به خاطر اینه که در گذشته ناامید و دل سرد شدید. هر چقدر مسلط‌تر باشین، اعتماد به نفستون بیشتر میشه. بهترین مشتریای احتمالی همونایین که اولش سخت راضی به ملاقات با شما میشن، ولی در آخر بهترین مشتریای شما خواهند شد. تکنیک بعدی ارتباط نزدیک شدنه. این تکنیک رو درست در زمان معرفی محصول به کار ببرین. هدف نزدیک شدن به پایان اینه که مشتری احتمالی متعهد بشه که در پایان معرفی محصول جواب قطعی به شما بده، نه اینکه بگه بعداً تصمیم میگیرم یا باید بهش فکر کنم. همونطور که قبلا گفتیم این یعنی برای همیشه خدا نگهدار. تکنیک نزدیک شدن وقتی به کار میره که محصول یا خدمات شما کاملا کلیه و تقریبا برای همه مشتری‌ها کاربرد داره. یادتون باشه که مقاومت در خریدن در ابتدای هر معرفی محصولی وجود داره، پس به این تکنیک نیاز دارین. مقاومت در خرید همیشه بوده و هست، چون ما در یه دنیای تجاری زندگی میکنیم. هر کسی سعی میکنه روزانه 100 بار محصولشو به مردم بفروشه. ما روزانه 1000 تا تبلیغ از رادیو، روزنامه، اینترنت، اسپم، تلویزیون، بیلبورد، روی اتوبوس‌ها و چیزهای دیگه میبینیم. هر کسی داره یه چیزی میفروشه، پس مردم به طور طبیعی در برابر خرید مقاومت میکنن. از بچه 5 ساله به بالا. یه راه مؤثر و ساده برای غلبه بر این مقاومت طبیعی وجود داره که در ابتدای صحبت تلفنی با مشتری احتمالی باید بیان کنید. خیلی راحت اینو بگین که جناب مشتری، من نیومدم چیزی بهتون بفروشم، فقط اومدم چند دلیل نشونتون بدم که چرا بعضی از مردم در گذشته این محصول خریدن و چرا سالها به خرید خودشون ادامه دادن. حالا فقط میخوام دلایل خریدشون رو بشنوین و خودتون تصمیم بگیرید. اینجوری میتونین بگین آیا این محصول به درد مشتری
و شرایطش میخوره یا به دردش نمیخوره. حرفم منصفانه است، نشونتون میدم بقیه چی خریدن و شما بگین آیا به نظرتون منطقیه یا منطقی نیست. اون شخص معمولاً با این پیشنهاد موافقت میکنه. پیشنهاد شما عملاً یه معامله است. معامله اینه که اگه شما با توجه کامل به پیشنهادم گوش کنید، منم چیزی بهتون نمیفروشم. مشتری احتمالی معمولاً میگه خیلی خوب، سراپا گوشم. بعدش شما طبق معرفی عادیتون پیش برید. در طول معرفی محصولتون مشتری احتمالی نباید بگه خب باید بهش فکر کنم. شما باید بگین جناب مشتری احتمالی، شما بهم قول دادین یا رد کنین یا قبول نکنید. اینجوری راحت نهاییش میکنید. بهش بگین قول دادین، پاسخ قطعی بله یا خیر به من بدین و طبق گفته‌های خودتونم این محصول برای فروش شما ایداله. بعدش برین به سمت بستن قرارداد. امروز روش تعیین وقت ملاقات و نزدیک شدن به بستن قرارداد رو با همدیگه تمرین کردیم. در قسمت بعد 2 تکنیک دیگر رو از 24 تکنیک نهایی کردن فروش به شما آموزش میدم. درود بر شما، خوش اومدین. در این قسمت 2 تکنیک دیگه در نهایی کردن فروش یاد میدیم. 1. اثبات. 2. رگ خواب. تکنیک اثبات اینه که مشتری احتمالی رو با اولین جملات خودتون بررسی کنید و دید واضحی از مشتریتون به دست بیارید. اینکه مشتری میتونه از شما خرید کنه یا نه. قبلا از این روش در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کردیم و واقعا برای ما کارآمد بوده و بهمون کمک کرد. میگفتیم آقای مشتری، اگه بهترین روش سرمایه‌گذاری رو برای شما شرح بدیم، آیا تواناییشو دارین همین الان $5,000 توی اون سرمایه‌گذاری کنین یا نه؟ مشتری ممکنه بگه خب من الان $5,000 ندارم، پس شما در پاسخ بگین $4,000 چطوره؟ مشتری ممکنه بگه خب من نمیدونم، شما بگین 3,000 تا چطوره؟ مشتری ممکنه بگه بله میتونم، $3,000 سرمایه گذاری میکنم. پس دوباره میگین اگه بهترین روش سرمایه گذاری رو نشونتون بدم، $3,000 سرمایه گذاری میکنین؟ الان شما کانون مذاکره رو تغییر دادید. کانون مذاکره این نیست که مشتری احتمالی الان به شما گوش میده یا نه. کانون مذاکره اینه که خود شما نشون بدین و اثبات کنین که سرمایه گذاری اونطور که میگفتین خوب هست یا خوب نیست. حالا کنترل دست شخص خود شماست. یه مدل دیگه از روش اثبات اینه که اگه بهترین راهکار آموزشی فروشو که تا به حال دیدین و به شما یاد بدم، همین الان در بکارگیری اون اقدام میکنین؟ مشتری احتمالی میگه خب اگه برام خوبه میتونم همین الان تصمیم بگیرم. بعدش شما راهکار رو ارائه میکنید. در پایان ارائه راهکارتون مشتری احتمالی ممکنه بگه بذارین با رئیسم مشورت کنم، باید با فلانی صحبت کنم، باید بودجه‌مون رو بررسی کنم. پس جلو گفته که میتونه تصمیم بگیره. یعنی از قبل گفته بله پولشو دارم، بله واجد شرایطم، بله شرایط تصمیم گیریم دارم. پس پرسش آغازین خوب و قوی توجه مشتری رو واقعا به شما جلب میکنه و دقیقاً چیزی که میخواد بهش پیشنهاد میده. واقعا موثره. پس اگه پرسش شما خوب جمله بندی بشه، تنها سوال مشتری اینه که چه راهی؟ میگه یه خورده بیشتر توضیح بدین. شما بگین اگه دقیقاً چیزی که دنبالش میگردین رو نشونتون بدم، امروز در شرایط تصمیم گیری هستین؟ برای مثال در املاک دیدم که این روش بارها و بارها به کار رفته. یکی از سوالهایی که از مردم میپرسین اینه که اگه دقیقاً همون خونه‌ای که دنبالش میگردین رو پیدا کنیم، کی اقدام به خرید میکنید؟ ازش بخواین بشینه توی ماشین. اگه پرسش شما درست جمله بندی شده باشه، منظوری رو میفهمین که اصلاً به شما بروز نداده. شاید منظورش این باشه که نمیدونیم، یا وضعیت مالیمون مشخص نیست، یا به خاطر این دنبال خونه میگردیم چون که بیکاریم و وقت اضافه داریم. پس پرسش های شما گستاخانه و زشت نیستن. وقت شما ارزشمنده و باید از مشتری احتمالیتون بپرسین که آیا واقعا توان مالی یا قصد خریدو در کوتاه مدت از شما داره یا نه. تکنیک بعدی که رگ خواب نام داره، از نظر خیلی از فروشنده‌های حرفی بهترین تکنیک موجود در دنیاست. رگ خواب بر این اصل استواره که 80% تصمیم گیری خرید فقط به 20% ویژگی ها و مزایای محصول مربوطه. طبق
تجربیات خودم تقریباً 90% تصمیمات خرید فقط با 10% از ویژگی‌های محصول در ارتباطه. بعضی وقتا فقط یه ویژگی که بهش اشاره می‌کنین موجب میشه مشتری محصول رو از شما بخره یا این کارو نکنه. بقیه‌اش به شما مربوطه، همون رگ خواب. مزایای کلیدی در پیشنهادات شما اینه که مشتری احتمالی اونا رو بیشتر از هر چیز دیگه‌ای میخواد. سپس این رگ خواب رو همینطور فشار بدید. هر بار که این رگ خواب رو پیش میکشین، میل مشتری احتمالی به خریدن محصول بیشتر میشه و احتمال خرید بالا میره. هر بار در مورد موضوعی صحبت میکنید که براش اهمیتی نداره، علاقش به خرید کمتر و کمتر میشه. فروشنده‌های خوب حساب شده میپرسن و به دقت به پاسخها گوش میدن که فروشنده‌های حرفه‌ای بهش میگن لغزش فرویدی. مفهوم لغزش فرویدی اینه که اگه به اندازه کافی سوال بپرسین و به مشتری که احتمالی فرصت کافی برای صحبت کردن بدین، اونا با منمن کردنشون هر اطلاعاتی رو که میدونین به شما میدن و اون موقع است که شما میتونید محصولتون رو به اونا بفروشید. جمله خبری فروش نمیاره، اینو یادتون نره. فقط وقتی واقعا میفروشین که سوالی بپرسین و مشتری به شما جواب بده که دنبال چی هستن و به چی نیاز دارن و نگران چیا هستن. تنها زمانی میتونین بفروشین که با دقت به مشتری گوش بدین. هر چقدر بیشتر بپرسین و گوش کنین، احتمالش بیشتر میشه که مشتری بگه من دنبال همچین چیزی میگردم. این همون مزیت کلیدیه. این همون رگ خوابه. خب مزیت کلیدی هر محصول یا خدمات اینه که مشتری احتمالی قبل از خرید مطمئن باشه به اونا میرسه. تا وقتی اون ویژگی‌های کلیدی محصول رو نبینه و نشنوه، تصمیم به خریدی نمیگیره. یکی از خاطرات مورد علاقه من در مورد یک کارشناس فروش املاکی که می‌خواست یه خونه بفروشه. از اون خونه‌های قدیمی که بهش میگن خونه کلنگی. خونه کلنگ قدیمی که به کلی تعمیر و کار نیاز داره. به عبارت یه مرد دست به آچار میخواد. پس رفتن خونه رو ببینن. تو حیاط پشتی یه درخت گیلاس زیبا و گلدار بود. بعد فروشنده از زوج پرسید نظرتون درباره این خونه چیه؟ خانم گفت هری ببین چه درخت گیلاس قشنگی اونجا هست. از زمانی که دختر بچه بودم همیشه میخواستم یه درخت گیلاس گلدار تو حیاط پشتیمون داشته باشم. هری هم زیر لب گفت ساکت شو زن. حالا فهمیدین هری چجور آدمی بوده؟ همش به زنش میگفت دهنتو ببند. کارشناس فروش خیلی باهوش بود. درست پشت سرشون قدم میزنه. هری قلدر میگه اینو نگاه. پلا باید تعویض بشن. کارشناس گفت بله، ولی به اون درخت زیبای گیلاس حیاط پشتی هم نگاه کنید. میرن توی خونه و هری میگه کفوش فرسوده است باید عوض بشه. فروشنده گفت بله آقای هری، ولی اون درخت خوشگل گیلاس از همین جا معلومه مگه نه؟ وقتی میرن توی خونه میگه اتاق حالشو ببین، باید لامپاشم عوض کنیم، همه چیش داغونه. کارشناس میگه بله، ولی ببینید درخت گیلاس از این اتاق چه نمایی داره، فوق‌العاده است، عالیه. تو هر اتاقی که میرن موضوع درخت گیلاس رو پیش میکشه. هری میگه آشپزخونه به لوله کشی نیاز داره. کارشناس میگه بله، ولی ببینین درخت گیلاس از پنجره آشپزخونه چقدر قشنگ و فوق‌العاده است. هری میگه اتاق خواباش کوچیکن. کارشناس میگه بله، ولی از پنجره اتاق خواب درخت گیلاس بی نهایت به شما آرامش میده. در پایان معامله خانم خونه که تقریبا در هر معامله املاکی تصمیم گیرنده نهایی میگه هری خیلی دوست دارم اون درخت گیلاس شکوفه زده مال ما باشه. این رگ خوابه. به خاطر اون درخت گیلاس خوشگل آخرش هم اون خونه رو خریدن. هدف شما اینه که رگ خواب رو پیدا کنید و هی فشارش بدین. یعنی بارها و بارها به اون مزیت کلیدی اشاره کنید. تعجبم از اینه که کارشناسای فروش همینطور پشت سر هم یه سر حرف میزنن ولی به اندازه کافی نمیپرسن تا رگ خواب مشتری دستشون بیاد. مشتری احتمالی میگه دلم میخواد خونم استخر داشته باشه. کارشناس فروش هم همش میگه این حیاط قشنگه. مشتری میگه آره، ولی استخر نداره. فروشنده میگه این خونه خیلی قشنگه، میتونین اونجا زمین تنیس درست کنید. مشتری میگه آره، ولی استخر که نداره. کارشناس فروش میگه این خونه زیرزمین بزرگی داره. مشتری میگه آره، ولی من استخر میخوام. مشتری مدام میگه من استخر میخوام. پس به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای شما باید رگ خواب مشتری رو به دست بگیرین و فروش رو بر اساس اون انجام بدین. تا وقتی رگ خواب مشتری رو ندونین، فروش هم غیر ممکن خواهد بود. پس دوباره یادآوری میکنم که رگ خواب مشتری رو پیدا کنین و مدام فشارش بدید. حالا ترفند اثبات رو فهمیدین.
همینطور ترفند رگ خواب. در ویدیوی بعدی 3 تکنیک دیگه از 24 تکنیک نهایی کردن فروش رو به شما معرفی میکنم تا متوجه شید.